سرخط خبرها: حکومت برکنار شده افغانستان بیانات رسمی پهن کرد. نماینده احمد مسعود گفت اظهارات آنها نیست. گزارش از پایتخت افغانستان که 1.5 ماه باز در زیر اداره طالبان است. و مقامات از صاحبکاران خواستند نرخ آرد را به اساس بلند نبرند. سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. من مولا رجب یوسفی هستم. یک گروه از نمایندگان حکومت اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان که 1.5 ماه پیش از کابل فرار کرد، از ادامه کار این دولت در خارج خبر دادند. از نیمه ماه آگوست به این سو گروه طالبان نظارت بر افغانستان را به دست دارد. در اعلامیه‌ای که از 18 بند عبارت است و 28 سپتامبر از طرف نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل در ژنو نشر شد، دولت جمهوری اسلامی افغانستان یگانه مرجع مشروع نظام سیاسی افغانستان دانسته شده است. به گفته مؤلفان اظهارات، این دولت بر پایه انتخابات و آرای مردم تشکیل گردیده هیچ نظام و حاکمیت دیگر نمیتواند برخلاف ماده‌های قانونی اساسی جایگزین نظام موجوده گردد. در اظهارات از هیچ کس نام برده نشده است. معلوم نیست که مرکز فعالیت آنها در کجاست و دولت را کی رهبری میکند، ولی تاکید شده است که مکان و محل فعالیت حکومت و شورای ملی به زودی اعلان خواهد شد. پیشتر امرالله صالح معاون اول اشرف غنی ادعا کرده بود که بر اساس قانون اساسی او اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری افغانستان است، اما عین زمان در کجا و در چه وضع بودن او معلوم نیست. دولت جمهوری اسلامی افغانستان از کشورها خواسته است که رابطه خود را با آنها حفظ کرده گروه طالبان را به رسمیت نشناسند. در اظهارات اینچنین از جبهه مقاومت با طالبان پشتیبانی شده است. در اظهارات نشر شده یگان نام ذکر نشده است. نماینده جبهه مقاومت گفت این اظهارات را آنها نشر نکردند. علی میثم نظری مسئول سیاست خارجی جبهه مقاومت شب گذشته در صحبت با شبکه افغانستان اینترنشنال گفت که اعلامیه‌ای که به نشر رسید اعلامیه جبهه مقاومت نیست و اظهارات آنها به زودی نشر می شود. گروه طالبان به اظهارات نشر شده نمایندگان نظام سابق واکنش نکردند، اما برخی از چهره‌های سیاسی به مانند لطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان از این اظهارات تنقید کردند. پدرام در صفحه فیسبوکیش نوشته است این اعلامیه مربوط به چند عنصر فاسد و خائن رژیم اشرف غنی است که دو دست افغانستان را به دست طالبان دادند. حالا می رویم به شهر کابل تا درباره وضع پایتخت افغانستان بعد از تصرف طالبان بگویم، به خصوص از اینکه احوال زنان و دختران افغان در حکومت طالبان بد است و آنها حق آزادانه گشت و گذار را ندارند. گزارش از همکاری ما از رادیو فردا، سیاوش سعادتیان را همراه می‌بینیم. نه، من فعلا خوب کار هستم. من قبلا کار میکردم در یک مؤسسات خارجی بود، مؤسسه سویدن بود کار میکردم. فعلا من بیکار هستم و بر ما هم گفته شده که فعلا شما در خانه بمانین. ما بسیار نگران هستیم که ما کسی هستیم که درآمد خانه تنها من میتونستم بیارم. در آینده چی خواهد شد؟ بیکاری این زنان که نانآور خانواده‌های خود بودند در شرایطی که افغانستان با بحران‌های متعدد اقتصادی روبروست، وضعیت نگران کننده ای را به وجود آورده. مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل خبر داده که 1/3 جمعیت افغانستان در معرض خطر گرسنگی قرار گرفتند. به گفته این مقام سازمان ملل، قربانی اصلی فقر و گرسنگی زنان و دختران افغانستان خواهند بود. وضعیت افغانستان وخیم است، به خصوص برای زنان و دختران که پیشتر هم در شرایط دشواری بودند. حالا نگرانی‌های زیادی وجود دارد که چطور خدمات بهداشتی ارائه شود و وعده غذای بعدی تامین گردد. در طول سالهای گذشته افغانستان با استفاده از کمک‌های مالی خارجی توانسته بود تا از به وجود آمدن بحران اقتصادی جلوگیری کند. حالا با قطع کمک‌های خارجی و مسدود شدن اموال دولت این کشور در خارج از افغانستان، مقام‌های سازمان ملل نسبت به متلاشی شدن نظام بهداشتی و غذایی در این کشور نگران هستند. نگرانی دیگر این روزهای خانواده‌ها آینده فرزندانشان است. با گذشت 2 هفته از آغاز سال تحصیلی در افغانستان، هنوز گروه طالبان به دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان اجازه حاضر شدن در کلاس‌ها را نداده. در دانشگاه هم که پس از جداسازی کلاس‌ها دختران اجازه ورود پیدا کردند، بسیاری از دانشجویان دختر به دلیل محدودیت‌ها در کلاس‌ها حاضر نمی‌شوند.
شاگردا خیلی کم آمده دستین و خصوص دخترها چون خیلی محدود ساخته مورد این وضعیت، یعنی ما نمیتونیم واقعا مثل قبل یک انگیزه داشته باشیم. بازم ما کوشش خود میکنیم ولی خیلی از دخترها که آمده به خاطر ازی است که آینده افغانستان فکر میکنن نامعلوم است. در این شرایط و با وجود فشارها و محدودیت‌ها هنوز برای شماری از زنان امید به حفظ دستاوردهای 2 دهه گذشته از میان نرفته و همچنان بر ماندن و مبارزه برای دستیابی به حقوق خود پافشاری می‌کنند. ما فعلا هستم به کشور خود و می‌خوایم که مبارزه کنم به خاطر به دست آوردن دوباره حقوقی که از ما گرفته شده و امیدوار هستم که نتیجه بده و طالبا پای حرفایی که گفتن باشن. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا. مسئولین خدمات ضد انحصاری تاجیکستان از صاحبکاران خواستند تا به اساس نرخ آرد را بلند نکنند. ساکنان میگن در 2 هفته اخیر ارزش یک خلطه آرد در دوشنبه از 230 تا 255 سامانه و در منطقه تا 290 سامانه بلند شده است. تاجران گفتند باد گرانی از قزاقستان میوزد. عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات ضد انحصاری روز 28 سپتامبر ضمن یک واخوری با صاحبکاران در شهر خوجند از آنها دعوت کرد که برای تامین فراوانی آرد در بازار و به اساس بالا نبردن نرخ آن چاره اندیشند. ولایت سوخت از منطقه است که دیگر قسمت های تاجیکستان از جمله پایتخت را با آرد تامین میکند. در 2 هفته اخیر شکایت ها از بالا رفتن نرخ آرد زیاد شده است. تاجران میگویند نرخ گندم در قزاقستان بلند شد و به این خاطر آنها نیز مجبورند نرخ آرد را بلند کنند. مقامات گفتند با استفاده از ذخیره‌های دولتی تلاش دارند نرخ آرد را تنظیم کنند. بنا به آمار پایگاه‌های اطلاعاتی تاجیکستان ماهی به 600,000 تن گندم و 200,000 تن آرد نیاز دارد، ولی صرف نظر از تلاش‌های حکومت برای زیاد کردن کشت گندم بخش کلان این محصولات از خارج و اساساً از قزاقستان آورده می‌شود. کمیته تفتیشاتی روسیه نسبت سیاستمدار مخالف حکومت روسیه الکسی ناوالنی و همسفانش با مدت تشکیل گروه افراطی پرونده باز کرده است. از روی این مدت تا 10 سال زندان پیش بینی می شود. درباره پرونده نو در سامانه کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داده شده است. ناوالنی، لیونید والکوف و ایوان ژدانوف در تأسیس و رهبری گروه گمانبر می شوند. لیوبوف سابول، ویاچسلاو گیمادی، روسلان شامیدینوف و چند کسی دیگر در عضویت گروه. ایوان ژدانوف پرونده نو را کاملا سیاسی عنوان کرد. کمیته تفتیشاتی گفته است ناوالنی در سال 2014 گروه افراطی تأسیس داده. والکوف و ژدانوف به وی پیوستند. کمیته بنیاد مبارزه با فساد ناوالنی و ستادهای او را در نظر دارد که سال 2014 تأسیس شدند. بیشتری از گمانبران پرونده مذکور در خارج از روسیه قرار دارند. خود ناوالنی در زندان است و در آنجا جزای مربوط به قلابی را ادا می‌کند. جانبداران مخالفان باور دارند که تعقیب آنها کاملا به فعالیت‌های سیاسیشان ربط دارد. آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 سپتامبر را فرا میگیرد. 29 سپتامبر سال 1926 در حدود جمهوری مختار تاجیکستان ناحیه نو تأسیس شد که از سال 2003 به نام قهرمان خلق تاجیک سپیتامن نام گرفته است. این ناحیه در ولایت سوغ جایگیر بوده بیش از 140,000 ساکن دارد. سپیتامن یک ناحیه کشاورزی است و این زمان در آن چند کارخانه صنعتی فعالیت می‌کند. 29 سپتامبر سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی یگانه حزب دینی در منطقه آسیای میانه را سازمان تروریستی اعلان نمود و فعالیت آن را در قلمرو کشور منع کرد. مقامات تاجیک این حزب را به دست داشتن در آشوب سابق معاون اول وزیر دفاع تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده گناهکار می‌دانند، اما رهبریت این حزب همکنون فعالیتش در تاجیکستان ممنوع، تمامی این اتهامات را رد و این همه را بهانه بسته شدن حزب ارزیابی می‌کند. 29 سپتامبر سال 2020 در دوشنبه در سن 86 سالگی فیلسوف معروف تاجیک موسی دینارشویف درگذشت. نقش دینارشویف در تحقیق و معرفی اندیشه‌های پیشقدم فلسفی جهان اسلام در مثال ایجادیات سینا و فارابی، توسی و سعدی مهم دانسته می‌شود و از این نظر در برابر مکتب سنتی اروپایی فلسفه تفاوت دارد. دینارشویف مؤلف صدها تحقیقات علمی است.
قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته است. ارزش دلار باشد تقریبا بی تغییر مانده است. بیننده عزیز، برنامه نویده بامدادی بود که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. اطلاع از این بیشتر را در سامانه ما با نشان آزادی.org پیدا کنید.